ما و شما درس زبان آلمانی را از سطح A1 شروع کردیم و از حروف الفبا شروع کردیم. از حروف الفبا شروع کردیم و حروف الفبا را خوب فهمیدیم. حروف الفبا را تلفظش هم خوب فهمیدیم. باز بعد از او از افعال شروع کردیم. گفتیم اولین چیزی که در آلمانی مهم هست چیست؟ حروف الفباست. بعد از او افعال از فعل هاست. چرا؟ چون ما تا فعل نفهمیم صحبت کردن نمیتونیم. بعد از اینکه ما فعل نفهمیدیم میایم دو جلسه آرتیکل ها را کار میکنیم. افعال فهمیدیم به دو بخش تقسیم میشد. بخش regelmäßige Verben با قاعده اون regelmäßige Verben که هر دو تایش توضیح دادیم. اما بعضی دوستا پرسیده بودن که از کجا بفهمیم که افعال ها یا همین افعال یا فعل ها فعل ها از اون regelmäßig است یا regelmäßig است. خیلی من براتون توضیح دادم. گفتم ما یک قاعده داشتیم به نام ت و این که حالت خاموشش بود. هر فعلی که با این قاعده کار بکنه میشه با قاعده. هر فعلی که با این قاعده کار نکنه یا صرف نشه میشه بی قاعده. آیا این تنها راه فهمیدن افعال بی قاعده هست؟ نه خیر. شما اگر در گوگل سرچ کنین که اون regelmäßige Verben لیست میشه براتون. اون regelmäßige Verben لیست میکنه و regelmäßige Verben هم برایتون لیست میکنه. آیا این دو راه تنها راههایی هستن که افعال بی قاعده و با قاعده را از هم تفکیک کرد؟ نه خیر. راههای دیگه هم وجود داره. به شما گفتم اپلیکیشن را نصب کنید. اپلیکیشن جرمن ورب. هر وربی را که شما بتین فوری اپلیکیشن براتون میگه که این regelmäßige Verben هست یا اون regelmäßige Verben هست. با قاعده هست یا بی قاعده هست. این را از سه راه ما میتونیم مشخص کنیم. چون بعضیاتون کامنت مانده بودین که چه قسم میتونیم افعال با قاعده را از بی قاعده جدا بکنیم. خب امروز بحث ما بحث آرتیکل ها هست. امروز میریم آرتیکل ها را میخوانیم و در پیش رویتان آرتیکل ها را به ساده ترین شکل ممکن توضیح میدیم و میزنیمشان زمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی خود ما شما شروع میکنیم. توضیحاتی که قبلا دادم توضیحاتی درس دیروز بود. چون من بعضی کامنت های شما رو میخوانم و با کامنت هایتان واکنش نشان میدم. بحث سوالات دوستایی بودن که چه قسم میتونیم افعال با قاعده را از بی قاعده جدا بکنیم و من هم توضیح دادم. گفتم از سه راه. یک راه با استفاده از همین قاعده افعال با قاعده اگر کار نکرد بی قاعده هست. یک راه دیگه چی بود؟ راه دیگه ای بود که شما برین به اینترنت بزنین اون regelmäßige Verben لیستش میآید. میفهمین؟ راه سوم چی بود؟ که شما از اپلیکیشن جرمن ورب استفاده کنین. تقریبا 30 روز است که هر روزی را معرفی میکردیم اپلیکیشن جرمن ورب. خب امروز میریم بخش آرتیکل ها. آرتیکل چیست بچه؟ آرتیکل حرف تعریف اسم است. در زبان آلمانی هر اسمی یک آرتیکل داره. آرتیکل به سه بخش تقسیم میشه. آرتیکل مذکر، مؤنث، خنثی. آرتیکل der، die، das. اما در کل آرتیکل به سه بخش عمده تقسیم میشه. به سه بخش عمده. آرتیکل bestimmte آرتیکل داریم. آرتیکل های معین. مثل چی؟ مثل der، die، das. آرتیکل های bestimmte یا آرتیکل های معین در فارسی میگه. der، die، das. بخش دومش چیست؟ اون bestimmte آرتیکل داریم. ein، eine، ein. خب دقت کن اینجا. کوشش کن که این برای یک بار در طول دورانی که زبان یاد میگیری بفهمی و برای همیشه روش خاک بندازی. دفنش کنی. و بخش سومش نگاتیو آرتیکل هست. نگاتیو آرتیکل مثل چی؟ مثل kein، keine، kein. این سه بخش خوب بفهم. چرا که در صحبت‌های روزمره فقط هستن به سه تا آرتیکل استفاده میکنی. بعضیا متاسفانه bestimmte میخوانن اما نگاتیو آرتیکل فراموش میکنن. باز اون موقع صحبت کردن یا وقت صحبت کردن آلمانی که صحبت میکنه باز فکر میکنه که چی شد؟ ای کاین میشه، کاینن میشه، ای کاینر میشه، ای کاینس میشه، هیچ میشه. یا خب ما نخواندیم. اگه خواندیم بسیار پیچیده خواندیم. نه.
ما به شما همین ابتدای کار تمام موضوعاتی که به آرتیکل ربط پیدا میکنه براتون میگم که در منزل های بعدی انشالله ما و شما مشکلی نداشته باشیم. خب بچه خوب گوش کنید من چی میگم. من تا هنوز شما را گرم میکنم. گفتیم سه نوع، سه کاتگوری اگر درخت در نظر بگیرید، سه تا درخت از آرتیکل ها داریم. یک نوعش میگن آرتیکل های معین یا بشتم آرتیکل. نوع دیگهش میگن آرتیکل های نامعین، اون بشتم آرتیکل. نوع سومش میگن نگاتیو آرتیکل، آرتیکل های منفی. چون یک اسم میتونه هم منفی باشه هم میتونه مثبت باشه. خب گوش بدید. خب اول میپردازیم به آرتیکل های بشتمت. بشتمت آرتیکل چی هست؟ مثل خود ده که چی میشد؟ مذکر میشد. دی مؤنث میشد. دس خنثی میشد. ده مثل یک مرد میگیم مرد، ده من. دی مثل یک خانم، دی فراو. دس مثل مچن که متاسفانه در زبان آلمانی مچن مؤنث نیست، خنثی است. دس مچن. خب اینا رو فهمیدید. مثل چی؟ der Mann، die Frau، das Kind. هنوز میخوایم گرمت کنم، پس اون بیشتر توضیح میدیم. خب آرتیکل نامعین چیست؟ مثل چی؟ ein Mann، eine Frau، ein Mädchen. خب اینجا حرف تعریف داشتیم. میگفتیم der Frau ist oder der Mann ist im Raum. مرد داخل اتاق است. چی میگه؟ میگه کی هست؟ داخل اتاق کی هست؟ میگن der Mann ist im Raum. der Mann. اگر اینجا چی بگوید؟ ein Mann ist im Raum نشان میده که شما میگین یک مرد در داخل اتاق است. ein Mann ist im Raum. به اینا میگن unbestimmte Artikel. ein Mann، eine Frau، ein Kind. خب اگر در داخل همین اتاق هیچ مردی نباشد چی میگین؟ میگین kein Mann ist im Raum، kein Mann، keine Frau. ما ایش فراموش کردیم بچه. keine Frau ist im Raum oder kein Kind ist im Raum. این سه بخش از آرتیکل اگر شما یاد بگیرین دیگه هیچ مشکلی ندارین. آلمانی رو بسیار خوب صحبت میکنین. مثلا چی؟ مثلا بگوین که داریم das Geld، ich habe kein Geld. دیگه هیچ وقت نمیگین که ich habe keine Geld که او باز موضوع داتیو و اکوزاتیو میشه. باز در درسای بعدی میپردازیم. خب دقت کنید. ما باز میگم آرتیکل سه نوع بود. unbestimmte، نگاتیو آرتیکل. اگر بخوایم یک اسم را در اول به صورت نومیناتیو استفاده کنیم، حالت فاعلی. حالت فاعلی چیست؟ مثلا میگم ich arbeite. درست است؟ من میشم چی؟ میشم فاعل. ich میشه ضمیر من که جانشین اسم من میشه ich. نمیگم احمد میزوندن، میگم ich arbeite. خب اگر بخوایم یک اسم مثل من، مثل فراو، مثل کند را در حالت نومیناتیو یا حالت همون فاعلی استفاده کنیم چی میگیم؟ میگیم der Mann. اونجا گفتم ich bin، ضمیر خود استفاده کردم. اینجا در حالت ضمیر فاعلی آرتیکل استفاده میکنم. der Mann ist im Raum. معمولا وقتی که شما اسم را در اول جمله آوردین یا بعد از فعل آوردین یا قبل از فعل آوردین حالت فاعلی یا نومیناتیو میشه. ببینید der Mann ist sehr nett. مرد بسیار مهربان هست. die Frau ist sehr hübsch. خانم بسیار زیبا هست. das Kind ist sehr süß. اون طفل بسیار شیرین هست. اینا میگن حالت چی؟ حالت bestimmte آرتیکل یا حالت مفعولی، حالت فاعلی.
یا حالت نومیناتیو. چه میگیم؟ میگیم das Auto ist sehr teuer. Das Auto ist sehr teuer. ببین ارتکل اوتو چی بود؟ دست بود. در حالت چی استفاده کردیم؟ در حالت فاعلی. در حالت فاعلی نومیناتیو. هیچ وقت گفته نمیتونین که ich liebe der Mann. غلط. گفتیم در اکثر موارد حالت فاعلی در اول جمله میه. der Mann ist هست im Raum. برای کسایی که معنیش نمیفهمن می نویسم. میشه او مرد داخل اتاق است. تمام. بعضیا گفتن که چرا میگین دیمن و دیمن او معنا میته؟ بله بچه ها، دیمن او معنا میته، او مرد. دیف خو چون حرف تعریفش هست، دیف خو میشه او زن، دسکین میشه او بچه. در فارسی ما داریم او بچه. اگر تنها بگوییم بچه، خب بچه خب میشه کن. اگر تنها بگوییم که او زن، معذرت، اگر تنها بگوییم زن، زن خب میشه فراو. اگر بگوییم مرد، مرد خب میشه من. پس چون ارتکل ها کنارش میه، به این خاطر در فارسی ترجمه میکنیم او مرد داخل اتاق است. و وقتی که گفتیم او را کنارش پس کنیم، او را پس کنیم چی میگیم؟ از اون بیشتر ارتکل استفاده میکنیم. مثل چی؟ ein Mann. دیگه هیچ وقت نیارید که آینه. من بعضی ها رو میبینم آینه می نویسن، مثلا این قسم می نویسن. خب گوش کنید، اینجا ارتکل من چیست؟ ارتکل من، ارتکل من چیست؟ ارتکل من ده هست، حالت مسکولین میگیرم، مذکر است در فارسی، ده من هست. به این خاطر میگن آینر من، در حالی که غلط هست. اگر شما بنویسین این قسم einer Mann، این غلط هست، چون شما میخواین از حالت اون بشتم ارتکل استفاده کنین. پس قاعده داریم بچه ها، برای ده ein میه، برای دی eine میه و برای دست هم ein میه. شما اینجا باید بگوین ein Mann، ein Mann، nicht eine، هیچ چیز دیگه نمیگین، nicht einen، nicht keinen. در حالت نومیناتیو فعلا ein Mann، ein Mann، ein Mann. اگر بگوین که یک زن چی میگین؟ eine Frau. eine Frau. چون من اسم هست، فراوم اسم هست. قاعده داشتیم هر وقتی که ما اسم می نوشتیم اولین حرفش کلان می نویسیم. ایگال در بین جمله، در اول جمله، در اخیر جمله اسم ها کلان با حروف کلان شروع میشه. خب اینه. اگر بگوییم که یک طفل چی میگیم؟ ein wieder wie man، ein Kind. خب چی میگیم؟ der Mann ist im Raum. حالا پاکش میکنم براتون، بیشتر توضیح میدیم. حالا گرم شدین. خب گوش بدین. گفتیم der Mann ist im Raum، او مرد داخل اتاق است. اینجا چی میگیم؟ اینجا می نویسیم، میگیم که ein Mann ist im Raum. با حروف کلان شروع میکنیم. چرا با حروف کلان شروع کردیم؟ چون قوم اتاق معنا میده و اسم است. اسم ها با حرف کلان شروع میشه. Der Mann ist im Raum. Ein Mann ist
im Raum. خب اینجا اگه بگیم هیچ مرد داخل اتاق نیست چی میگیم؟ kein Mann. نمیگیم keiner. kein Mann. اینجا ما شما را گذاری کردیم. der میشه ein kein. die میشه die eine keine. das میشه das ein kein. خب چی میگیم؟ kein Mann ist im Raum. Kein Mann ist im Raum. Kein Mann ist im Raum. هیچ مرد داخل اتاق نیست. این ارتیکل ها به همین شکل بسیار ساده بوده. در حالت نومیناتیو استفاده میشه. باز مرحله بعد ما به شما یاد میدیم که چگونه این ارتیکل ها را شما حفظ بکنین. طریقه آسان حفظش فقط در یک جلسه براتون تدریس میکنیم. در جلسه اول آمدیم ارتیکل ها را معرفی کردیم، گفتیم bestimmte ارتیکل داریم، unbestimmte ارتیکل داریم و نگاتیو ارتیکل داریم. نگاتیو ارتیکل چه قسم استفاده میشد؟ kein keine kein. unbestimmte چی استفاده میشد؟ ein eine ein. der die das. چرا اینا هستن؟ چون بعضی موقع شما میخواین در مورد یک مرد یا یک زن یا یک دختر صحبت کنین. اونجا همین یک را باید بفهمین که یک unbestimmte ارتیکل هست. دیگه نمیگین die Frau، میگین eine Frau. نمیگین der Mann، میگین ein Mann. نمیگین das Kind، میگین ein Kind. فقط اینه میخواه کاربرد داره. خلاص. باز که در فعلا خود ارتیکل که شما یاد گرفتین و طریقه استفادهش در حالت نومیناتیو یاد گرفتین آسان ترین شکل ممکن هست. در ظرف 2 دقیقه باید شما یاد گرفته باشین. ارتیکل وقتی از پیشتان گپ میخوره که شما در این حالت درست نفهمین. اگر در این حالت شما درست بفهمین، باز اگر در بخش داتیو رفتیم، اکوزاتیو رفتیم، خیلی ساده میشه. خیلی ساده میشه. ein میشه einem، eine میشه einer و ein میشه einem در حالت داتیو. تمام. ما براتون بسیار ساده و آسان تدریس میکنیم. kein میشه keinem در حالت داتیو، keine میشه keiner و keinem میشه keinem. یک m در حالت داتیو اضافه میشه. اگر در حالت اکوزاتیو بگوییم یک n اضافه میشه. ein میشه einen، eine خودش میمانه و einem خودش میمانه. kein میشه keinen، keine خودش میمانه و keinem خودش میمانه در حالت اکوزاتیو. که اینا را در درس‌های بعدی به بهترین شکل ممکن براتون تدریس میکنیم که شما گیج نشید. خب حالا بیشتر توضیح میدیم. اگر بگوییم که من میگم که در اتاق یک نفر میگه کی زد شیشه را شکست، شما چی میگین؟ میگین اگر او مرد را نشناسین میگین ein Mann war im Raum. ein Mann یک مرد بود داخل اتاق. او اگر بگوین که او مرد هنوز داخل اتاق باشه، بگوین او مرد شکست، چی میگین؟ der Mann. دیگه اوجه نمیگین ein Mann، اوجه میگین der Mann. اشاره میکنین der Mann. شما یک خانم هستین، یک طفل است و یک مرد هست، میگین der Mann. der Mann hat den Fernseher kaputt gemacht. oder uns geschlagen. حالا هر چیزی که باشه در حالت نومیناتیو ازش استفاده میکنیم. خب اگر بگوییم که kein Mann war im Raum، وقتی که ما آمدم هیچ مردی نبود، میگه یک مرد اینجا آمد تلویزیون شکست، شما میگین kein Mann war im Raum. als ich gekommen war kein Mann war im Raum. دیگه نمیگین keinen، هیچ چیزی دیگه نه. این آنقدر ساده است که من نمیفهمم از کجاش براتون توضیح بدم. دیگه اینمیست بخش ارتیکل های bestimmte، unbestimmte
و نگاتیو. این بسیار ساده است. یه خوب ببینید. der die das در حالت اون bestimmte میشه ein eine ein. در حالت منفی میشه kein keine kein. نمبر گذاری کردیم. اولش der مذکر هست، می نویسم براتون. مذکر و اینجا می نویسم براتون مؤنث. اینجا می نویسم خنثی. خب der die das همین der در حالت نومیناتیو اگر بگوییم der من درست است. اگر بگوییم یک مرد میگیم ein Mann. اگر بگوییم که die Frau خب اینجا در حالت bestimmte بود. اگر بگوییم یک خانم میشه eine Frau. خب اگر بگوییم که das Kind درست است. اگر بگوییم یک kind میگیم ein Kind. حالا به جای kind میتونه یک چیز دیگه هم باشه، اوتو باشه، ein Auto. هر چیزی که ارتکلش das هست میتونیم بگوییم ein. خب اگر بگوییم که اینجا der Mann و اینجا بگوییم kein Mann. اگر اینجا بگوییم که die Frau اینجا میگیم keine Frau. این حالت نگاتیو منفیش است، یعنی هیچ چیزی. خب اگر اینجا بگوییم که das Kind اینجا میگیم kein Kind. در جمله معمولا چه قسم استفاده میشه؟ der Mann ist im Raum. او مرد داخل اتاق هست. ein Mann ist im Raum. یک مرد داخل اتاق است. مثل کی؟ من میایم که بیایم خانه داخل شوم، فامیل من خبر میده ورخطا از پشت دروازه می یک نفر داخل اتاق است. ein Mann ist im Raum. ein Mann ist im Raum. یا من یکی را میپالم، مثلا میپالم میگم همین مرد کجا شد که من تعقیبش میکردم، یا بچه خودم میپالم بچه‌م کجا شد، خانم به من میگه kein Mann ist im Raum. هیچ مرد داخل اتاق نیست. kein Mann ist im Raum. هیچ مرد داخل اتاق نیست. فقط شما خواهشاً وقتی که درس شما تمام شد شما چیکار میکنین؟ شما میرین هم حالت bestimmte می نویسین، هم حالت اون bestimmte می نویسین و هم حالت نگاتیو می نویسین که متاسفانه در اکثر موارد حالت نومیناتیو حالت نگاتیو درس نمیدن. حالت نگاتیوی که درس نداد باز در بخش داتیو و اکوزاتیو که ما شما رسیدیم از پیشتان گت میخوره. باز بعضی رو من میبینم که پالوی کین یک ای اغم میته، باز میگم چرا ای اغ میتی؟ میگه به خاطر که اینجا ده ای اغ داره. نه، این قاعده بری هست که ده تبدیل میشه به کین و دی تبدیل میشه به کینه و دست تبدیل میشه به کین. ایشه به کین گلد. چی داری؟ پول. البته هبین یک فعل اکوزاتیوی هست که بازو بحثا را در درس‌های آینده میخوانیم. از بس که درس بخش آین ساده هست دیگه آدم میمانه که از کجایش توضیح بده. خب من دو تا مثال دیگه میزنم. میگیم که مثلا همو مثالایی که زدیم برای دیمن. حالا من گفته نمیتونیم، میتونیم بگیم بغوره. میگیم zum Beispiel der Bruder ist wichtig, oder? Nett. Der Bruder ist nett, oder? Die was? Die Tür. دروازه. Die Tür ist weiß. ببینید die Tür ist weiß. دروازه سفید هست. دروازه ما هم سفید هست. der Bruder ist nett. برادر مهربان هست. اینجا میتونیم چی بگوییم؟ اینجا میتونیم بگوییم که
ein اینجا میتونیم بگوییم که ein Mann به صورت بسیار ساده ein Mann ist auf der Arbeit. Ein Mann ist auf der Straße. Ein Mann ist حالا هر چیزی که شما بگید. Ein Mann ist Lehrer. Ein Mann ist Lehrer. یک مرد معلم هست. یک مرد معلم هست. بچه کسایی که ما میتونیم از این آرتیکل ها در حالت داتیو، اکوزاتیو و گنیتیو هم استفاده کنیم، اما فعلا درس ما متاسفانه در اونجا نرسیده. ما باید این را در قالبی که هست یاد بگیریم، با ساده ترین جملات باید این را خوب درکش بکنیم. مثل چی؟ مثل که خانه را میسازیم، خشتای دیوارای خانه را باید با حوصله‌مندی بمانیم، چرا که اگه او بالا رفتیم باز کار به خرابی می انجامه. بازوج پشیمان میشیم که چرا همون خشتای اوله بسیار دقیق کار نکردیم. حالا هم ما میخوایم بسیار آهسته بریم. خب ein Mann ist Lehrer. خب اینجا چی میگیم؟ میگیم به طور مثال میگیم kein Mann oder keine Frau ist keine Frau ist Lehrerin. اینجا بیسوادی اوج میزنه، به این خاطر میگیم keine Frau ist Lehrerin. هیچ خانومی معلم متاسفانه نیست. در یک از کشورهای آفریقایی میریم میگیم keine Frau ist Lehrerin. خب درس امروز ما بسیار ساده بود. فردا طریقه حفظ کردن آرتیکل ها رو براتون میگیم که چه قسم شما یک اسم را دیدین بفهمین که آرتیکل از چیست بدون از اینکه قبلا خوانده باشین. به همین سادگی. باز بعد از او ما و شما چیکار میکنیم؟ جمله سازی را کار میکنیم. چرا جمله سازی را کار میکنیم؟ چون حالا هم ضمایر فاعلی را ich، du، er، sie، es اینا رو فهمیدیم و هم فعل را فهمیدیم. بعد از اینکه فعل را فهمیدیم، بعد از این آرتیکل را فهمیدیم. حالا که آرتیکل را فهمیدیم، هم میتونیم یک جمله کامل بنویسیم. باز بعد در لابلای جمله در جایی که لازم بود ضمایر مفعولی و ضمایر ملکی را هم کار میکنیم. کم کم میریم به صورت قدم به قدم به آخرای چی میرسیم؟ به آخرای آینس میرسیم که جمله ما کاملا تکمیل شد. بعد از 6 جلسه دیگه ما خود تانستیم معرفی کنیم، ما تانستیم جملات کوتاه و بلنده بخوانیم، خود ما بنویسیم، دیگه تمام است. خب بچه این بود درس امروز. ما یک بار دیگه پشت کامera میایم. ما امروز مدیراتور ما اصلا نیست. خب ما یک قانون داریم بچه ها، هر کسی که مزاحمت میکنه برای همیشه بلاک میشه و دیگه اصلا راه برگشتی هم نداره. خب یک چند تا مثال دیگه هم کار میکنیم بچه ها. میخوایم که نظریات شما را ببینم. چشم توضیح میدیم، بیشتر توضیح میدیم. بچه ها کسانی که میاین در جلسه درسی مزاحمت میکنن بر ما هیچ گونه توجیهی ندارن. اونا را ما مثل کرم یا انگل های جامعه میبینیم. اونا را ما طوری بلاکشان میکنیم که دیگه هرگز نه در یوتیوب و نه در تیک تاک ما را ببینن. ما خودم چون انجینیر هستم، مهندس کامپیوتر هستم، طوری تیک تاک خدا برنامه ریزی کردیم که هیچ گونه مزاحمت های عمیق صورت نگیره. حالا روش کار کرده رایستم. کسایی که از
طریق تیک تاک میاین در جلسه درسی شما مزاحمت میکنن. اگر نمبر خود به تیک تاک داده باشن دیگه اگه تیک تاک دوم جور کنن دیگه تیک تاک ما شما را نمیبینن، جلسه درسی ما شما را نمیبینن. یعنی مطمئن باشین که ما اگه مدیراتورم نداشته باشم ما طوری تنظیم میکنم که این انگل ها یا کرم های جامعه را ما براتون حذفش میکنم. همونطور که ما هر چیز بسیار ساده توضیح میدیم مشکلات بسیار کلان خود را هم ساده حل میکنیم. خب من یک بار دیگه پاک میکنم دوباره از صفر توضیح میدم. خب توجه داشته باشین دوستا، اگر شما در بخش ارتیکل ها از همه ابتدا درست نفهمین باز بعدها در بخش داتیو و اکوزاتیو و بعضی بخش ها شما با مشکل برمیخورید. چشم چشم. بچه یک چیزی را براتون بگویم، خشونت خوب نیست، اما یک چیز ما براتون میگم، اگر در زندگیتان خوب درس خواندین و در بخش درس بسیار موفق بودین، کوشش کنین در بخش های دیگه زندگی هم موفق باشین. عقل سلیم در بدن سالم. کسایی که براتون مزاحمت میکنن کسایی که اهل درس نیست، اینو من امروز تو میگم براتون، همیشه براتون میگم. اگر دیدین که براتون مزاحمت میکنه چون میگه خداوند هیچ چیزی را بدونی دلیل نیافریده، خداوند خودش غضب داره و از غضب خدا میترسانه ما را، میگه نکنه که شما دچار غضب من شوید. و به این انگل ها را اگه ما کدام روز در لایو ما الحمدلله نیستن زیاد، در لایو های بعضی از هموطنان خود میبینم، اگه کدام روز ما ببینم باز ما از او استادای گفته بعضیا قاقروده نیست و خود ما طوری ادبش خواد کردم که استخوانش 4 جای بشکنه، به خاطر که جامعه ما پر از این انگل است. متاسفانه باید پاککاری شود. خب باز ما یک جلسه که تان کار میکنم طوری ضربه بزنیم که فقط جاهای حیاتی دستشان بشکنه، رحم نکنین. اینو به این خاطر براتون میگم که غضب هم خوب چیز هست، به خاطر که بر علیه آدم‌های بد باید استفاده کنین، با آدم‌های خوب باشین، با آدم‌های بد باشین. خب بچه‌ها، ارتیکل ها به 3 بخش تقسیم می‌شدن. ما هم تو که نقاشی کردیم مثل ارتیکل های معین، نامعین و ارتیکل های منفی. چه وقت از یک ارتیکل های معین استفاده می‌کردیم؟ وقتی که می‌خواستیم جمله را با یک اسم شروع کنیم. اسم چی هست؟ اسم هست من، فراو، کند. من، فراو، کند. هر سه‌شان اسم هست. اگر جمله را با اینا شروع می‌کردیم میگفتیم چی؟ میگفتیم der Mann ist. حالا شروع می‌کنیم. میگیم چرا ما جملات ساده استفاده میکنم؟ چون در بین ما کسایی هستن که هموطنانی هستن که جملات ثقیل هنوز نمیفهمن. اونا حق دارن چون از A1 شروع کردن باید جملات ساده با اونا کار کرد. Der Mann ist zum Beispiel. حالا اگه من نوشته کنم که فواد تو، شاید اونا بگن چرا فواد تو چرا آمد؟ پس مجبور هستیم که همون جملات ساده خود استفاده کنم. Der Mann ist چی میگیم؟ Lehrer. Der Mann ist Lehrer. عمر معلم هست. Die Frau، ببین، die Frau ist Lehrerin. او خانم معلم هست. Das Kind
oder das Mädchen, das Kind ist süß. Das Kind ist süß. او طفل شیرین هست. حالا اگر از یک استفاده کنیم، حالا ده او رو استفاده نمیکنیم، میگیم که ده، میگیم چی؟ ein Mann، همین رو میگیم ein Mann ist Lehrer. یک مرد چیست؟ ein Mann ist Lehrer، معلم هست. oder eine، یک خانم، برای خانم چون ارتکلش دی هست eine میه، eine Frau ist Lehrerin. ما میفهم که در کجا چیزی را فراموش کردیم. اینجا چیزی را ما فراموش کردیم. باید نوشته میکردم ein Mann ist Lehrer. ببینید چقدر جالب آمد. Der Mann ist Lehrer, ein Mann ist Lehrer. Die Frau ist Lehrerin, eine Frau ist Lehrerin. Das Kind ist süß. Ein Kind ist süß. خب اینجا چی میگیم؟ اینجا میایم برعکسش میگیم. میگیم kein Mann. من حالت نومیناتیو پاک میکنم، میگم kein Mann. kein. چرا میگیم kein؟ چون من ارتکلش ده هست. ده تبدیل میشه به kein. nicht keine, nicht keinen, nix. Nur kein. Kein Mann ist Lehrer. Lehrer. oder وقتی که در بخش دی رسیدیم، دی Frau داریم، میگیم که keine Frau ist Lehrerin. oder وقتی که بگوییم kein Kind ist süß، هیچ طفل شیرین نیست، süß نیست. خب اینو چرا هم می نویسیم kein. چرا kein می نویسیم؟ چون ارتکل kind هست das و das در حالت نگاتیو میشه kein. kein kind. دو دفعه kein نوشتیم، دیدی؟ خب دوباره از سر بنویسیم. kein Kind ist süß. kein Kind ist süß. هیچ طفلی شیرین نیست. اینا همه طفلای چرک و چتل هستن. kein Kind ist süß. خب ما معذرت میخوایم که یک مثال منفی به کار بردم، اما به خاطر فهمیدن و هم در حالت بسیار ساده در بخش آینس مجبور هستیم مثالهای بسیار ساده کار بکنیم، وگرنه ما میتونستیم در بخشایی از حالت داتیو و اکوزاتیو و گنتیو هم استفاده بکنیم. بچه‌ها این درس وقت شما میفهمین که زیاد تمرین بکنین تا که میتونین تمرین بکنین. چرا که من میفهم این خشتای اول هست. میگه که خشت اول را مهمار نهد کج تا ثریا دیوار میرود کج. حالا شما کوشش کنین که خشت اولتان را با وجودی که آسان هست به فکر آسانیش نشوین. آدم هوشیار حریفش اگر مرچه هم باشه فیل میشماره. حالا سعی کنید که حریف شما اگر اینجا مرچه هست شما فیل بشمارید. مرحله بعد را باز بسیار مطمئن پیش میری. خب
بسیار خوشحال میشم که شما از حالت نگاتیو هم زیاد استفاده کنید، چون بعضیا از حالت نگاتیو اصلا استفاده نمیکنه، در جملات نمیاره. باز ما اگر حالت نگاتیو به حالت در حالت داتیو و اکوزاتیو و گنیتیو استفاده کردیم، باز میگن که استاد سخت است. اما حالا اگر مرحله به مرحله پیش برین سخت نیست. مثل از این میمانه که یک لقمه کلان را اگر شما یک بار بخواید بخورین، مطمئنا خوردنش بسیار دشوار هست. ولی ما ایره چیکار میکنیم؟ ما ایره به توتای خرد تقسیمش میکنیم. میتونین شما بسیار به راحتی لذت برده ای غذا رو بخورین، این لقمه رو بخورین، هیچ مشکلی نیست. حالا فرقش چیست؟ چرا سر پیش شما بسیار آسان آمد و مرحله بعدی هم پیش شما آسان میاد؟ به خاطر که ما تک تکیش میکنیم. خب بچه من پشت کامera میرم، اگر شما انتقادی داشتین، سوالی داشتین، من در خدمت. اما درس امروزتون بی نهایت آسان بود، بی نهایت آسان بود. خب بچه اینا یک چیز، بعضیا میگن اول آرتیکل ها را تشریح میکردین. من میفهمم بعضیا سطحتان بسیار بالا هست، اما ما باید مراعات او هموطن هم بکنیم که تازه آمده و از سطح آینز شروع میکنه. و دوم، این درس هایی را که من برای شما میتونم، این درس ها طبق استانداردهای EAC هست. EAC هست. EAC یک سازمان است که در سراسر اروپا و در سراسر کشورهای آسیایی کورس های زبان داره. شما باید سطحتان مثل سطح EAC باشه که شما وقتی که میرین امتحان میتین دیگه هیچ گونه کمی و کاستی نداشته باشین، چون بعضیا بعد از اینکه ما مرحله آینس تمام کردیم شاید برن امتحان بتن. ما نمیتونیم که سفارشی طبق میل بعضی دوستای دیگه امتحان بتیم، معذرت تدریس کنیم و درس‌های بسیار مهمه تدریس کنیم و درس‌های ابتدایی که بر بعضیا خیلی مهم هستن اونا را درس ندیم. متاسفانه میرسیم به او میرسیم، خوشبختانه میرسیم. متاسفانه نمیتونیم که از سطحی درس ها بسیار سطحی بگذاریم، به خاطر که بعضی هموطنای ما واقعا به این سطح ها نیاز دارن. به ما زنگ زدن، گفتن، پیام دادن استاد درس هایتون خیلی تیز است، خیلی تیز درس میتین، کم آهسته درس میتین. همین ما میانه را در نظر میگیریم، نی وقت کند میریم نی وقت تیز میریم، میانه میریم. چرا که 4 ماه بعد از همین هفته اول هستیم ما و شما، اول هفته دوم هستیم ما و شما. 4 ماه بعد در آخر ماه 4 ما میخوایم بیاینس تمام بکنیم.